درود بر شما. امیدوارم که همیشه سالم و سلامت باشید. ما بعضی موقعها بعضی از کارهامون به این صورته که بابت یه مسئله ناراحت کننده یه خورده خشونت به کار میبریم. مثلا بچه گریه میکنه، ما عصبانیت با ناراحتی یه حرفی رو بهش میزنیم، بچه بابت ترس و استرسی که از وجود ما داره آروم میشه، میره میگیره میخواد، ولی نصف شب تب میکنه. همین قضیه رو هم بدن خودمون با خودمون داره. طرف میگه شب بلند شدم پام درد میکرد، انقدر با عصا کوبیدمش آروم شد. گفتم خب برات داره، زدی میزنه. بعد برگشت گفتش که نه امکان نداره. جالب بود که فردای اون روز که مثلا ما با هم یه ملاقات کوتاه داشتیم، برگشت گفت نصف شب پام تیر کشید، 2 ساعت درد کرد، پامو یه خورده ماساژ دادم تا دردش افتاد. گفتم طبعا قانون بدن قانون احترامه، قانون بدن قانون امانت داری، قانون بدن قانون حفظ شرایط جسمی سالم و سلامته. من فقط به عنوان یک کوچکترین اعضای خانواده ماساژ به این رسیدم اگه به بدن خودمون محبت کنیم، اگه به عضوی از بدنمون که آسیب دیده محبت کنیم، نوازش کنیم، عاشقانه کلمات پر انرژی سمتش تزریق کنیم، قطعا طول درمان هایی که خیلی از دکترها، خیلی از اساتید 6 ماه، 7 ماه، 3 ماه در نظر دارن، ظرف مدت کمتر از 2 ماه به نتیجه میرسه. مهم فقط کاری که من با خیلی از این کردم، خیلی حالا وضو میگیرن، حالا خیلی ها وضو نمیگیرن، حالا هر کسی معیار و اندیشه و خلق و خوی خودشو داره، ولی من اینو میدونم شب قبل از خواب وضو بگیرید، زیر آسمان خدا دستاتون بلند کنید، از خداوند بابت تن و بدن سالم و سلامت سپاسگزاری کنید. وقتی هم تو رخت خواب هستید از تک تک اعضای بدنتون، حالا مجموع بندی، از سرم، از بالاتنم، از دستام، از کمرم، از پاهام، از کف پام تشکر. زیادم نه، دوست داشتی عادت کردی بیشتر از این نبود. شبی 2-3 دقیقه وقت بذار، صبحم بلند شدی حتما یک وضو بگیر، باز همون شکرگزاری رو داشته باش بابت روزهای زیبای قدیم گذشته، بابت اتفاقهای خوب آینده. قرار است من شگفتانه های زیادی رو من لمس کنم، درکشون کنم. ببین ما امانت داریم، ما مالک نیستیم، ما تایم داریم، ما زمان داریم. من همیشه به خیلی عزیزان گفتم ما تایم داریم، زمان داریم، خب براش ارزش قائل بشیم. تایم داریم، زمان داریم، یه کاری انجام بشه. تایم داره، زمان داره یکی رو از مرگ نجات بده. تایم داره، زمان داره یکی رو نذاره به تو. تایم داره، زمان داره یک حرف خوب به یک کسی انتقال بده که باعث حال خوبش بشه. امیدوارم عشق و نور و آرامش خدا تو لحظه های زندگیتون بباره. پاینده باشید و پرتوان. بدرود.